با سلام دوستان، امروز اومدیم با یک ویدیو درباره کاهش لگ پابجی موبایل. آپدیت جدیدی که پابجی چند روز پیش منتشر کرد برای گوشی‌های مدل پایین خیلی لگ داره. اومدیم تا با بهترین برنامه این مشکل رو حل کنیم. ویدیو رو تا آخر ببینید تا مشکلی برای آموزش پیش نیاد. اول گیم پلی از این برنامه میذاریم، بعد میریم سراغ آموزش. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم سراغ گیم پلی. آموزش برنامه که میخوام بهتون معرفی کنم PGT فری است که میتونید از داخل فروشگاه پلی هم دانلود کنید. حالا وارد برنامه میشیم. نوع بازی رو روی گلوبال قرار میدیم. رزولوشن هم پیشنهادی خود برنامه از همشون بهتره. گرافیک هم روی اسموت، روی سوپر اسموت هم میتونین قرار بدین. استایل هم روی کلاسیک، ولی به نظر من روی کلرفول از همه بهتره. FPS روی 30 قرار بدین تا کمتر لگ بگیره. این گزینه رو فعال میکنیم و گزینه بالا رو میزنیم. اینجا باید دسترسی به پوشه ها رو بدیم. استفاده از این پوشه رو میزنیم، اجازه دادن رو میدیم، از دوباره بالا رو میزنیم و ران گیم وارد بازی میشیم.